سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. یه جلسه دیگه از آموزش نرم افزار اکسل رو در خدمتتون هستیم. تو این جلسه می‌خوایم راجع به در واقع تابع چوز صحبت کنیم. تابع چوز یکی از توابعی هستش که کمک میکنه به در واقع عملیات جستجو. یعنی شما میتونید از طریق این تابع عملیات جستجو رو انجام بدید و بر اساس در واقع موقعیتی که مشخص میکنید از یک لیستی مقدار مشخص رو برگردونید. دو تا مثال ما برای این تابع آوردیم. توی مثال اول خب خود فرمول چوز رو در واقع مثالش رو میگیم و اینکه چطور میتونیم از این فرمول استفاده کنیم، نحوه استفادهش به چه صورت هستش، و توی مثال دوم ترکیب این فرمول با یک فرمول دیگر رو خدمتتون میگیم. ما توی در واقع مثال دوم ترکیب چوز با فرمول سام رو آوردیم، ولی شما میتونید به جای سام از اوریج، از کانت ایف، اوریج ایف میتونید انواع این فرمول ها رو در واقع داشته باشید و ترکیب کنید با فرمول چوز. ولی خب تقریبا همشون مشابه همدیگه هستش، فقط عملیاتی که انجام میده یه خورده متفاوت میشه. خب بریم سراغ مثال اول. توی مثال اولمون ببینید ما فرض کنید که یک سری آیتم داریم، مثلا تیشرت داریم، کلاه داریم، کیف داریم، کفش داریم. برای هر کدوم از اینا یک کدی رو در نظر گرفتیم که این کدها در واقع نشون دهنده یک رنگ مشخصه. مثلا کد 1 در واقع نشون دهنده رنگ آبیه، 2 میشه قرمز، 3 میشه قهوه‌ای و 4 میشه مشکی. پس ما یک لیستی از رنگ ها رو داریم اینجا که میخوایم بگیم وقتی که اینجا واسه ما در واقع کد 1 رو آورد رنگ آبی رو نمایش بده، وقتی که کد مثلا 4 رو آورد رنگ مشکی رو نشون بده و به همین ترتیب. حالا اینو باید چطوری بنویسیم؟ گفتیم تابع چوز به این صورت عمل میکنه که یک لیستی رو به عنوان در واقع سورس میگیره و بر اساس اون موقعیتی که ما مشخص میکنیم میره از توی اون لیست اون مقدار رو برمیگردونه. خب ببینید من اینجا مساوی میذارم و فرمول چوز رو که بنویسم فرمول میاد، تابو میزنم که فرمول کامل بشه. اولین چیزی که از من میخواد ایندکس نامبره. میگه به من یه شماره ای رو بده. من میخوام این رو در واقع وابستش کنم به این سلولی که اینجا دارم مشخص میکنم. عددی که اینجا گذاشته شده چنده؟ 1 2 چیه؟ پس میام اون سلول رو مشخص میکنم. من این رو بیارم کنار. خب آرگومان دوم میگه که ولیو اول کدومه. منظور از این ولیو همون لیستی هستش که ما میخوایم به عنوان سورس بهش بدیم. یعنی میگیم که لیست ما از این بلو شروع میشه، پس میگیم ولیو 1 بلو، ولیو 2 رد، ولیو 3 در واقع براونه و ولیو آخر در واقع بلک هستش. ببینید یه نکته خیلی مهم داره و اونم اینه که وقتی شما دارید ولیو 1 رو میدید اینجا، مثلا میگید B11، یعنی این که اولین در واقع اون مقدار میشه بلو. یعنی اگر که من عدد 1 دادم شما این اولیه رو برگردون، اگر من عدد 2 دادم دومی رو برگردون. انگار داره یک ترتیبی رو ایجاد میکنه واسش. این ولیو 1 میشه مقدار اول، در واقع اولین مقداری که برمیگردونه. یعنی چطوری بگم، شما وقتی که دارید ترتیب میدید عدد 1 میشه اون ولیو 1، عدد 2 میشه ولیو 2، عدد 3 میشه ولیو 3، به همین ترتیب پیش میره. حالا اگر که من بیام اینجا این رو تعمیم بدم به بعدی، خب یک مشکلی پیش میاد، چون در واقع میره دیتا رو یه سطر میبره پایین. من باید اینجا کاری که انجام میدم اینه که اینا رو یه دونه بیارم بالا، یا این که بیام اینجا دستی درستش کنم. یعنی بگم ولیو 1 B11 بوده، ولیو 2 B12، ولیو 3 B13، ولیو 4 B14. کار دیگه ای که میشه کرد اینه که بیام اینا رو مطلقش کنیم که اگر که خواستیم برای در واقع سطر بعدی تعمیمش بدیم به مشکل نخوریم. خب ببینید الان مقدار 3 رو داره میگه توی اون لیستی که توی این فرمول مشخص کردید
به ترتیب داره میره دیگه. پس 1 میشه B11، 2 میشه B12، 3 میشه B13. B13 چیه؟ براونه. پس این مقدار در واقع براون رو برمیگردونه. دوباره 2 داریم رد و 4 داریم که میشه بلک. یعنی میگم که این ترتیب خیلی براش مهمه، این که شما ولیو 1 تون کدومه، ولیو 2 کدومه، ولیو 3 کدومه، ولیو 4. حالا این میتونه n تا ولیو باشه، ولی مهم اینه که یک ترتیبی داره. یعنی شما بر اساس اون ترتیبی که دارید مشخص میکنید. اگر عدد 1 بزنید اولین ولیو رو برمیگردونه، اگر عدد 2 رو بزنید دومین ولیو رو برمیگردونه و به همین ترتیب. این در واقع کلیت فرمول چوز هستش. حالا شما میتونید این فرمول رو با یک سری فرمول دیگه ترکیبش کنید. به چه صورت؟ به این صورت که فرض کنید ما اینجا یک دیتایی داریم. من اینها رو در واقع پاکش میکنم که از اول با هم بنویسیمش. فرض کنید که یک در واقع دیتای فروش داریم که گفتیم که هر کدوم از این فروشنده ها توی هر ماه چه تعداد در واقع فروش داشتن. فروشنده یک مثلا علی زمانیه که توی ماه به ماه فروردین تا اسفند میزان فروشش به این صورت بوده و همینطور فروشنده های بعدی. 2 مدل ما میتونیم اینجا در واقع تحلیل بیاریم. یکی این که اگر نام ماه رو مشخص کردیم به اون بگه که میزان فروش توی اون ماه چقدر بوده، و یکی هم این که اگر مثلا شماره فروشنده یا نام فروشنده رو مشخص کردیم بگه میزان فروشش چقدر بوده. ما این رو میخوایم با استفاده از تابع چوز استفاده کنیم و نمایش بدیم. اما خب مشخصه دیگه وقتی جمع فروش رو میخوایم باید از تابع سام استفاده کنیم. پس من اینجا میگم که مثلا میزان فروش رو میخوام، پس میگم برو تابع سام. حالا توی تابع سام خب من نمیدونم که اینجا نام ما هم یا اینجا شماره ما هم چیه. خب پس وابستش میخوام بکنم به این شماره ما و نام ما. پس میام اول شماره ماه رو میگم که من اگر اینجا مثلا عدد 1 رو وارد کردم میخوام واسه من فروردین رو بیاره. اگر عدد 2 رو وارد کردم مثلا من اردیبهشت رو بیاره. پس من اینجا باید توی نام ما از تابع چوز استفاده کنم. میگم که مقداری که شماره ماه در واقع به من میده رو بگیر و بعد بیا به این ترتیبی که من اینجا مشخص میکنم. یعنی مقدار اول، ولیو اول میشه فروردین. ببین این خودش متوجه نمیشه که فروردین مثلا ماه 1. من چون دارم اولین ولیو فروردین رو میذارم اون متوجه میشه که پس 1 فروردینه. بعد میام ولیو 2 اردیبهشت رو میذارم متوجه میشه که 2 اردیبهشت. اگر من بیام اول مثلا تو ولیو 1 اردیبهشت رو بدم اون فرضش بر اینه که اگر که من شماره ماه رو 1 گذاشتم اون باید اردیبهشت رو برگردونه. پس اون ترتیب خیلی مهمه و میام یکی یکی تا آخر ولیو ها رو مشخص میکنم. ببینید الان چه اتفاقی میفته. خب من الان اینجا هیچ شماره ماهی در نظر نگرفتم، به همین دلیل واسه من ولیو برگردونده بود. الان من شماره ماه رو میزنم 1. این میاد از توی این فرمول میگه که اینجا عدد 1 مشخص شده، پس من ولیو 1 رو برمیگردونم. اگر من عدد رو مثلا بزنم 5، چه اتفاقی میفته؟ E14 من مقدار 5 وارد کرده. این میاد میگه ولیو 1، ولیو 2، ولیو 3، ولیو 4، ولیو 5. میاد H3 رو برمیگردونه. حالا H3 کدومه؟ ببینید H3 میشه مرداد. پس بر اساس اون ترتیبی که ما میدیم مقدار برمیگردونه. این نکته خیلی مهمیه. و من الان اینجا شماره ماه رو مشخص کردم و مشخص شد که نام ماه من مرداده. حالا من میخوام بیام اینو ترکیبش کنم با یه فرمولی مثل فرمول سام. ببینید به چه صورت استفاده میکنیم. من میگم فرمول سام. فرمول سام از من یک دیتایی میخواد اینجا به عنوان اینکه بیاد اون جمع رو روش انجام بده. من میتونم از فرمول چوز استفاده کنم به این صورت. ببینید توی فرمول چوز میگه که ایندکس رو به من بده. من میگم ایندکس مثلا شماره ماه. خب این مقداری که در واقع من به عنوان شماره ماه وارد میکنم رو در نظر بگیر. اگر که 1 بود تو بیا
در واقع از اینجا تا اینجا رو در نظر بگیر. اگر 2 بود بیا از اینجا تا اینجا رو در نظر بگیر. اگر 3 بود بیا از اینجا تا اینجا رو در نظر بگیر. 4 بود به همین صورت 5 6 7 8 و همینطور، چون میخوایم جمع ماه رو ببینیم چقدر دیگه. خب ببینید چه اتفاقی میفته اینجا میگه وقتی که شما شماره ماه 5 رو انتخاب میکنی، من میگم که شماره ماه چیه؟ شماره ماه اینجا 5. خب پس این میاد کدوم در واقع بازه رو تعیین میکنه واسهش؟ میگه این ولیو 1 2 3 4 5 میاد H4 تا H10 رو انتخاب میکنه، یعنی میشه اینجا H4 تا H10. این بازه رو برمیگردونه برای فرمول سام، یعنی الان این تیکه میشه H4 تا H10. بعد این میاد سام H4 تا H10 رو در نظر میگیره که میشه چقدر؟ میشه عددش اینجا هستش 2268 تا. میبینید همین مقدار رو برمیگردونه. اگر من بیام اینجا مثلا بزنم چه میدونم 1، میگه 1 فروردینه، حالا استثناءً 1 هم همون مقداره. من بذارید 2 رو در نظر بگیرم. 2 میگه ماه اردیبهشته. توی این فرمول چطوری عمل میکنه؟ توی این فرمول اینطوری عمل میکنه. اول میایم این فرمول چیزو ببینید، میاد میگه که E14 من چنده؟ E14 2. حالا که 2 این ولیو 1 ولیو 2، پس این مقدار رو برمیگردونم، یعنی E4 تا E10. حالا E4 تا E10 میاد در واقع خروجی این فرمول اول میشه سام، فرمول توییه، و بعد میاد سام E4 تا E10 رو در نظر میگیره. ببینید این E4 تا E10 جمعش میشه 2553 تا. همینطوری اگر من اینجا مثلا 12 بزنم، میاد میگه که 12 ماه اسفنده و طبق این فرمول باز بخوایم پیش بریم، اینجا مقدار داخلی که بهش دادیم 12 بوده، پس این میره ولیو 12، یعنی O4 تا O10 رو برمیگردونه و در واقع سام این O4 تا O10 میشه 1514 تا که میبینید همین عدد رو اینجا برگردونده. حالا ما میتونیم اینو یه مدل دیگه بنویسیم، یعنی میتونیم بیاریمش برای فروشندگان بنویسیم. فرض کنید همونطوری که برای ماه گفتیم، میخوایم بگیم که مثلا اگر که من اینجا شماره فروشنده 1 رو زدم، نام فروشنده 1 رو بیاره. اگر فروشنده 2 رو زدم، نام فروشنده 2 رو بیاره و به همین صورت. پس من اینجا میام یه دونه چوز مینویسم برای نام فروشنده، از تابع چوز استفاده میکنم برای نام فروشنده. میگم که اگر که این شماره فروشنده رو من بهش دادم، اگر 1 بود بیا علی زمانی رو بذار چون فروشنده 1 منه. اگر 2 بود بیا رضا حسینی رو بذار. 3 بود نفر بعدی. 4 5 6 7. ببینید ترتیب رو من دارم واسش مشخص میکنم بر اساس این شماره فروشنده. حالا اگر اینجا بیام بهش بگم مثلا شماره فروشنده 2 میاد واسه من عدد مقدار مثلا رضا حسینی رو برمیگردونه. میگه شماره فروشنده 2 نامش رضا حسینیه. اگر من بیام بزنم اینجا 5 میگه مثلا سعید شهابی. حالا این داره باز به چه صورت عمل میکنه؟ میاد میگه اینجا 5 شده، این مقدار 5، پس من میام ولیوی 1 2 3 4 5 رو برمیگردونم. 5 چیه؟ 5 38. 38 مقدارش چیه؟ 38 مقدارش سعید شهابیه. اگر من بیام اینجا مثلا بزنم 7 میشه سامان رضایی. میگه این H14 من عدد 7 رو وارد کرده، پس من میام ولیو 7 رو برمیگردونم. حالا اگر شما خودتون ولیو 7 رو بیاین اصلا یه چیز دیگه بزنید، مثلا بزنید ولیو 7 اینه، میاد واسه شما تی رو برمیگردونه. اون این ترتیب رو متوجه نمیشه، ترتیبی که شما واسش مشخص میکنید رو متوجه میشه. پس این خیلی نکته مهمیه که باید توجه کنید. حالا میخوام بیام میزان فروش هر کدوم از این فروشنده ها رو در واقع مشخص کنم، ببینم که محاسبه کنم ببینم چقدره. میام دوباره از همین فرمول سام استفاده میکنم و ترکیبش با فرمول چوز به این صورت میگم که
شماره فروشنده رو به من بده. اگر شماره فروشنده من 1 بود، بیا این محدوده رو واسش برگردون. اگر 2 بود، این محدوده رو برگردون. 3 بود، به همین صورت و تا آخر در واقع برای هر فروشنده این کار رو انجام میدیم. خب ببینید الان میگه شماره فروشنده 7 مقدار فروشش 1656 تا. مثلا فروشنده 3 که محمد پناهیه میزان فروشش مثلا 3075 تا. این به چه صورت داره عمل میکنه؟ باز همونطوری که گفتیم اول میایم فرمول داخلی، فرمول چوز. فرمول چوز میگه که به من مقدار H14 رو بگو چنده. میگم مقدار H14 3. میگه خب حالا که این 3 پس من ولیو 3 رو واسط برمیگردونم. ولیو 3 چیه؟ D6 تا O6. یعنی میام از اینجا D6 تا O6 رو به عنوان خروجی تابع چوز برمیگردونم. یعنی این مقدار داخلیه میشه D6 تا O6. حالا من وقتی که فرمول سام میخواستم بنویسم، میخواستم تو فرمول سامم این بازه رو مشخص کنم دیگه. یعنی بگم برو حالا از D6 تا O6 هر چی که هستش رو با هم جمع کن. خب خروجی تابع چوز من شده D6 تا O6. حالا سام این چقدر میشه؟ میشه انگار میزان فروش همون فروشنده است. و ما اینطوری اومدیم اینو وصلش کردیم به این شماره فروشنده‌ای که مشخص میکنید. مثلا اگر بزنم 1، میگه 1 علی زمانیه، مقدار فروشش چقدره؟ 1380 تا. وقتی هم که بیایم اینجا جمع بزنیم میبینیم همین عدده. باز این داره به چه صورت عمل میکنه؟ میگه H14 که مثلا مشخص کردی به عنوان ورودی داره 1 به من میگه. حالا پس من میام ولیو 1 رو برمیگردونم. ولیو 1 میشه D4 تا O4. پس خروجی تابع چوز من میشه D4 تا O4. حالا سام D4 تا O4 میشه جمع انگار فروشنده شماره 1. و ما میتونیم همونطوری که ابتدای در واقع جلسه گفتم میتونیم این فرمول چوز رو با فرمولای دیگه ای مثل اوریج، مثل کانت، مثلا شما الان اینجا داریم تعداد جمع حساب میکنیم، میتونیم بیاین تعداد سطر رو حساب کنید، میتونید بیاین میانگین بگیرید، میتونید عملیات های دیگه ای رو در واقع انجام بدید و با چوز اینا رو ترکیب کنید. ما توی حالا جلسات آینده قطعا میایم مثالای مختلفی راجع به همین چوز و ترکیبش با فرمولای دیگه میزنیم، ولی خب برای اینکه شما این فرمول رو یاد بگیرید به نظرم این دوتا مثال کفایت میکنه و امیدوارم تونسته باشم مفهوم این تابع رو براتون جا انداخته باشم. و ببینید یه نکته که هستش اینه که این فرمول ها شاید برای کسایی که بخوان مثلا یک بار از اکسل استفاده کنن یا مثلا یه چیزی رو الان بخوان آماده کنن و خیلی هم باش کاری نداشته باشن، مثلا نمیدونم میگم خیلی کارهای پیچیده‌ای نخوان انجام بدن، بگم خب ما دستی میایم این کارا رو انجام میدیم دیگه، چه کاریه که بیایم فرمول بنویسیم. برای اونا آره خب نوشتن این تابع‌ها و ترکیبشون رو اصلا یاد گرفتن شاید خیلی ضروری نباشه، ولی برای کسایی که یه کاری رو دارن روتین انجام میدن یا گزارشگیری های در واقع پیشرفته میخوان انجام بدن یا میخوان کارشون رو خیلی حرفه‌ای‌تر پیش ببرن، توی زمان کوتاه‌تری انجام بدن، شاید تو ابتداش که بخواین حالا این فرمولا رو استفاده کنید ازتون زمان بیشتری بگیره، ولی قطعا تو ادامه مسیر میتونه خیلی توی زمانتون صرفه جویی کنه و کارتون رو میگم خیلی حرفه‌ای‌تر انجام بده. پس یادگیری در واقع این فرمول ها به نظر من برای کسایی که دارن با اکسل کار میکنن لازمه، چون خیلی دستشون رو باز میکنه برای انجام کارهای پیشرفته تر. امیدوارم که این آموزش براتون مفید واقع شده باشه. دوستانی که حالا این ویدیو رو دارن میبینن ازتون خواهشی که دارم اینه که اگر آموزش براتون کاربردی هستش حتما نظرتون رو بگید، یا اگر سوالی دارید راجع به این آموزش‌های دیگه، یا اگر موضوعی هستش که حالا ما توی کانال نذاشتیم ولی مد نظر شما هستش که براش آموزش ضبط شه، نظراتتون رو بنویسید، حتما من میخونم جواب میدم. لایک کنید ویدیوها رو و اگر سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید. این کمک میکنه به ما که انرژی بگیریم، بتونیم ویدیوهای بیشتری براتون تولید کنیم، بتونیم محتوای بهتری رو در واقع براتون تولید کنیم و
اگر هم معرفی کنید این کانال رو به سایر دوستانتون که خب خیلی عالی میشه و واقعا میگم انرژی ما دوچندان میشه. تا آموزش بعدی و جلسه بعدی، خدا نگهدار.